سلام، من رضا عزیز محمدی هستم و اینا تعدادی از جوک‌های بی‌مزه‌ایه که نوشتم تا دور هم نخندیم. صدا میاد بیرون، امیدوارم که صدا محیط ضبط نشه. دوست ندارم صدای محیطو دوست ندارم. پس یه هات چاکلت لطفا. چون محیطو دوست نه این جزء جوکام نبودین، همین الان گفتم. بریم تازه جوکا رو گوش بدیم. خب دوستان، میخوام جوکام رو با مرحوم ادسن آرانتس دو ناسیمنتو، اسطوره فوتبال برزیل یا همون آقای پله شروع بکنم. خب اسم خیلی طولانی و سختی داره. شما فکر کن بری املاکی دنبال خونه بگردی، بعد اینا بگن هر طبقه 7 تا ادسن آرانتس دو ناسیمنتو میخوره. سخته دیگه. آخه میگن مرحوم پله صبح که بیدار میشده خودشو تی میکشیده. حتی تو گروه ساختمونش از همسایه ها خواسته بوده که روش گلدون نذارن. تا کسی شنیده بود اینجوری به جوکای خودش بخنده؟ من میتونم اولیش باشم. ببخشید واقعا. ولی واقعا مرحوم پله یه درس بزرگی که به همه ما داد این بود که هیچ وقت پیشرفت یه شبه اتفاق نمیفته. این بزرگوار خودش تا سالها پاگردی میکرده. چقدر گفتم که جوکام بی‌مزه است، ولی تحمل کنید خواهش میکنم. میگن که مرحوم پله یه بار میره جلوی آینه تا ملاقات خدا میرود. پله خب با پله زیاد شوخی کردم، حتی یاد مارپله افتادم. میخواستم حتی با مارپله هم یه جوک بسازم، گفتم دیگه با مارش شاید خانومش جوک ساخته قبلا. ببخشید چقدر بی‌تربیت شدم. خب بریم سراغ مارها. نمیدونم دقت کردید یا نه، ولی مارها خیلی موجودات بی دست و پایی هستن. شاید منو میبینن دست و پاشونو گم میکنن. میگن مارها یه جمله معروفی دارن که میگه مارچوبه خدا درست کنه، سلطان محمود خرکی. چقدر بی‌مزه. من البته الان مدت زیادیه که از این چیزا ندیدم، ولی یادمه که قدیما یه سری از هندیا فکر کنم مارگیراشون هستن که با فلوت زدن باعث می‌شدن که یک مار از توی سبد بیاد بیرون. من خیلی برام این صحنه جالب و عجیب بود. رفتم تحقیق کردم که چرا مارها برای بیدار کردنشون از فلوت استفاده میکنن. به این نتیجه رسیدم که چون پیانو گرونه. چون خیلی بی‌مزه بود. واقعا از شرم از این برای آقا من با اجازهتون ببخشید. از قدیم میگن مار از پونه بدش میاد. دلیلش هم کسی نمیدونه، ولی احتمالاً یه پونده پر روبازی در آورده دیگه که فکر کنم متوجه شدید که کلا قضیه ویدیو اینه که قرار جوک بگم و خودم بخندم. خب پس اگر تا اینجای ویدیو اومدید یادتون نره که لایک کنید، سابسکرایب و زنگوله رو فعالش کنید. زنگوله رو فعال میکنن چی میشه؟ فکر کنم که صاحب گله میفهمه که من کجام. نه زنگوله واقعا خیلی مبحث عجیبیه جدا. واقعا چرا گوسفند و زنگوله میندازن؟ عجیبه. الان برام سوال پیش اومد. احتمالاً اگر اومدن کلید نداشتن زنگو بزنن. نه نه این جزء جوکام نبود، نه الان گفتم. ولی خب جوکام هم همینقدر بی‌مزه. خب از مار رسیدیم به گیاه، چون داشتم میگفتم مار از پونه بدش میاد دیگه. خیلی جالبه. گیاهخوارا یه ضرب المثلی دارن که میگه گلدون به گلدون میگه روت گیاه.
باید سعی کنم نخندم بعد از جوک خودم. خیلی باعث خجالته که آدم به جوک خودش بخنده، با اینکه میدونه اون جوک فاقد اعتبار کلسیوم، چی بود اون اسمش؟ سدیم کلراید. واقعا مغزم داره رو به زوال میره. خب این یکی جوک هم خیلی بیمزه است و پیشاپیش واقعا عذرخواهی میکنم. نمیگم تا الان همشون بامزه بودن، و اصلا چرا دارم توضیح میدم. یه بار یه بچه گیاهه به مامانش اصرار میکنه که مامان بیرون فتوسنتز کنیم. مامانش میگه نمیخواد، خودمون تو خونه چراغ قوه داریم. حتی انقدر خنکه که از درون حس میکنم از درون. واقعا میدونستید درخت‌ها پاییزا برگاشون میره، بهار که برگاشون برمیگرده صلوات میفرستن. ولی حالا من واقعا درخت‌ها رو دوست دارم بچه‌ها، به خاطر اینکه درخت‌ها نه تنها به زمین کمک میکنن و کلی فایده دارن، لونه خیلی از حیوانات هم هستن. قشنگ معلومه که اینا موجودات لونه‌واده دوستی هستن، چون دیوار افسوس. حالا از خوبی‌های درخت‌ها گفتم، بذارید از خوبی‌های گیاهخوارا هم بگم. به نظرم واقعا گیاهخوارا به ما، زمین و حیوانات خیلی لطف میکنن. اگه در مورد گیاهخوار بودنشون این حرف نزنم. من یه رفیق دارم گیاهخواره. یه بار رفته بودیم بیرون، بهش گفتم بریم این کبابیه بشینیم یه چیزی بخوریم. گفت تو که میدونی من گیاهخوارم. گفتم خب چه اشکالی داره، تو برگ سفارش بده. بعد از این شوخی من کلا حالت تهوع گرفت و به هم ریخت و بردیمش بیمارستان. ولی متاسفانه توی بخش تزریقات هرچی گشتن نتونستن رگ برگاشو پیدا کنن. برای همین من هیچ دوستی ندارم. اگر با بی‌نمکی من کنار میایید خیلی خوشحال میشم که برای دوستی سالم. ولی حالا این همه شوخی کردم با گیاهخوارا، به نظرم کار درست نمی‌کنم. من خودم واقعا دوست ندارم که هیچ حیوانی کشته بشه. وقتی هم که بهش فکر میکنم انقدر عصبی میشم که دلم میخواد یه همبرگر بخورم، چون پرخوری عصبی بهم دست میده. این دیگه شوخی نبود، جنایت بود. من حتی خیلی تلاش کردم که این اختلاف نظر بین گوشتخوارا و گیاهخوارا رو حلش کنم و حتی برای اتحاد بین اینا همیشه کوبیده رو با سالاد میخورم. امیدوارم که کمکی کرده باشم بهش. ولی اون قسمت حیوونا رو شوخی نکردم. حیوونا موجوداتی هستن که عقل انسانها رو ندارن ولی از انسانها عاقلانه تر زندگی میکنن. شما تا حالا دیدید که یک الاغ مثلا یک الاغ دیگر رو به خاطر اختلاف عقاید و تفکر و اینا بکشه؟ من دیدم. البته اینو گفتم که یه وقت اگر به عقاید کسی توی این ویدیو شوخی کردم منو نکشه، چون این کاریه که یه الاغ میکنه. چی دارم میگم واقعا متوجه نمیشم. در کل امیدوارم که از دیدن این ویدیو و دیدن و شنیدن این جوک ها حالت تهوع نگرفته باشید. همینقدرش کافیه. یعنی اگر خندیدید که با هم دیگه دوستیم، چون فکر نکنم آدمای زیادی باشن که به این جوک ها بخندن. ولی اگرم نخندیدید، همین که بالا نیاوردید، من میبوسمتون. همین که تا اینجا این ویدیو رو دیدید. امیدوارم که کافی بوده باشه جوک ها. اگر کافی نبود هم احتمال زیاد یه جایی رو کم گذاشتم. اونجا کجاست که اومدی؟ خود دیگه دارم وقتتون رو الکی میگیرم. بچه‌ها تا یه ویدیو دیگه باهاتون خداحافظی میکنم با جوک های بیشتر. اگر دوست داشتید بگید که جوک های بیشتر هم در اختیارتون بذارم. در اختیارتون بذارم. چقدر واسه خود یه نوشابه هم بکن. چقدر قشنگ از نوشابه در آوردم. دوستتون دارم. خداحافظ.